در جشن استقلال تاجیکستان از بی‌اعتنایی جامعه جهانی نسبت سرنوشت مردم افغانستان سخن گفت. هزارها زنها، بانوان، روزنامه‌نگاران سرکوب شده ایستادند. قتل شده ایستادند. خاموشی. حقوق شناسی تاجیک شرط‌های به آزادی برآمدن عزت امان را مطابق قانون عفو توضیح داد. اگر از طرف او ضرر رسانیده شده پور تلافی کرده شود و در ناحیه خاولینگ منطقه‌هایی که خوب طلا دارند به شرکت‌های بزرگ داده شده و ساکنان مجبور به ترک زرشویی گشتند. برای همین از حدود همه کارخانه‌های با قید گرفته برآورده. در کاخ بربد شهر دوشنبه امروز با شرکت پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با برگزاری همایش از 30 سالگی استقلال کشور جشن گرفته شد. در نشست رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر موقع کشور را در برابر حادثه‌های اخیر افغانستان اظهار داشت. و هنگام سخنرانی در حضور رهبران سطح‌های گوناگون دولت از جامعه جهانی خواست نسبت وضع مردم افغانستان و حقوق‌های آنها بی‌طرف نباشند. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله در این باره گزارش می‌دهند. من اندیشه‌های خود را دایر به قضیه کشور همسایه و دوست ما جمهوری اسلامی افغانستان 22 ایول سال جاری مفصل بیان کرده بودم. یکی از موضوعهای سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه بخشیده به 30 سالگی استقلال بحران افغانستان بود. امامعلی رحمان از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان دعوت کرد که برای حل این بحران در کشور همسایه چاره‌های فوری اندیشند. من در حیرتم که تمام نهادهای بین‌المللی عاید به حقوق بشر خاموشی را اختیار کردند و در مورد پشتیبانی از حقوق مردم افغانستان هیچ گونه تشبث نشان نمی‌دهند. امامعلی رحمان در این باره بعد از 3 هفته اشغال افغانستان از طرف طالبان صحبت کرد. بعضی از شرکت‌داران جلسه گفتند رئیس جمهور درباره جبهه مقاومت ملی تحت رهبری احمد مسعود که بسیاری‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌خواهند در این باره موقع کشور را فهمند چیزی نگفت، ولی در عموم از برقراری صلح در افغانستان صحبت‌های داشت. همه وقت با مردم افغان بودیم و این یک سیاستی درهایی که شده هم باشد از کشور ما، از طرف پیشوای معظم ملت، از طرف دیگر اینکه در اونجا هم ملت‌های ما هستند و البته که جمهوری تاجیکستان نسبت تقدیری این هم ملت‌های ما به طرف بودن نمی‌تواند. از این نقطه نظرم پیشوای معظم ملت اندیشه‌های خود را نسبت این مسئله بیان کرد. پرزیدنت کشور ما پیشتر هم در اعلامیه خود ذکر کرده بود که ضد گروه‌های تروریستی، ضد گروه‌های افراطگرا هست، ضد خرافات پرستی هست. یعنی این موضوع اعلام کرده بود و این مسئله برای شما بسیار معلوم است. عین زمان بعضی از همصحبتان رادیوی آزادی خواستار یک حکومت عامه‌شمول در افغانستان شدند. تمام اقلیت‌ها مردمی که در در دولت اسلامی افغانستان زندگی میکنند همشون سرجم باشد و نماینده قبیله تاجیکا و ملت‌های ازبک، ترکمن، انا خیلی چیزی گویم اقلیت از طالبا اکثریت از گویم پشتونی‌ها رو معرفی میکنند، لیکن ویا خیرتمندان را رفتار کنند باید دیگران را هم با هیئت حکومت نو پیشنهاد کنند. گروه طالبان پس از تقریباً 20 سال سرنگونی حاکمیتش دیگر باره نظارت بر افغانستان را به دست آورد. تاجیکستان پیشتر نیز خواهان تشکیل حکومت فراگیر با جایگاه شایسته تاجیکستان در افغانستان شده بود. علیشیر ظریفی گزارش داد. در ضمن همین حال در دوشنبه نشست خبری سفیر افغانستان جریان دارد. محمد ظهیر اکبر از حکومت و موضع‌گیری روشن پرزیدنت تاجیکستان سپاسگزاری کرده است و اظهار امیدواری نموده است که کشورهای دیگر هم چنین موضع آشکار داشته باشند. سفیر افغانستان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره در کجا بودن گنرال دوستم گفته است که به نزدیکی در تاجیکستان شاهد تأسیس شورای بزرگ مقاومت خواهیم بود.
از سخنرانی امامعلی رحمان آگاه شدیم و رو می‌آوریم بر رسانه‌های بین‌المللی که درباره افغانستان همسایه کشوری جنگ زده تاجیکستان چه میگویند. هرچند امروز خبرها اساساً درباره ترکیب حکومت طالبان است که در آن افراطیان و جنگجویان هم هستند، ولی جنبه‌های دیگر زندگی مردم، حضور داعشیان و نقش تاجیکستان در حل مشکلات افغانستان از نظرها دور نمانده است. همکارم میرزانبی خالقزاد نگاهی داشت به این رسانه‌ها و در استودیو همراه من قرار دارد. خب میگفتید که درباره تاثیر نارامی به تاجیکستان از جمله حضور جنگجویان تاجیک در افغانستان آیا مطالب نشر کردند یا نه؟ بله شالا مطالب زیادی به نشر رسیده است و یک گزارش جالب نشریه بریتانیایی گاردین در همین باره دارد با نام روستای جهانی جهادیان دولت اسلامی در افغانستان. در این مقاله از نقل همسر یک جنگجو که به ازبکستان برگشته است نوشتند که در این دهه اعضای حلقه خراسان دولت اسلامی زندگی میکنند و در بین آنها تاجیکان زیادی هم هستند که از سوریه و عراق گریخته آمدند. به گفته مؤلف مقاله مقامات در تاجیکستان نگرانند که طالبان به داعش اجازه میدهد که در مرز با تاجیکستان آزادانه فعالیت کنند تا به کشور راه یابند. در گزارش آمده است که فرار از این روستای جنگجویان که آنجا زنان روس و تاجیک و ازبک نیز هستند سخت است. مؤلف مثال آورده است که چگونه دو زن تاجیک را که بین هم درباره فرار از روستا صحبت کردند داعشیان در حضور تمام زنان دیگر به تفنگ و در لب نهر کشته و جسدهایشان را به آب انداختند. رسانه‌ها درباره وضع زندگی من همین سوال را شما پرسیدنی بودم که آیا رسانه‌ها درباره وضع زندگی مردم در افغانستان و زیر نظر طالبان چی میگویند؟ دقیقاً درست است شالا مطالب زیادی در این باره در رسانه‌های جهان هست که چگونه زندگی مردم سخت شده است و آدمان زیادی به کمک‌های فوری به مثل غذا و دارواری احتیاج دارند. BBC در یک مطلب قصه‌های چند نفر از شهرهای گوناگون افغانستان را جمع آورده است. از جمله صحبتی هست با عبدل، یک طبیب از بدخشان افغانستان که گفته است اوضاع در اینجا بسیار بد است، رفتار طالبان همان گونه که بود مانده است و آنها هیچ تغییری نکردند. او تصویر شفاخانه را فرستاده است که طالبان آن را پاسبانی میکنند و در داخلش طفل لاغر 1.5 ساله خواب است و مادرش التجا دارد که کودکش را از مرگ نجات دهند. به قبل عبدل این مادر پولی برای خوراندن کودکش نداشته است و روز تا روز تعداد کودکان گرسنه زیاد می شود. به گفته سازمان ملل ممکن است سال آینده نصف کودکان تا 5 ساله در افغانستان گرسنگی بکشند. تشکر. بینندگان عزیز، همکارم میرزانبی خالقزاد نگاهی داشت به گزارش و مطالب رسانه‌های بین‌المللی درباره افغانستان. حالا میگذاریم به موضوع مربوط به عفو زندانیان و گمانبران. رادیو آزادی در چند روز اخیر از مهاجران تاجیک سوالهای زیاد را درباره آن دریافت کرد که آیا قضیه عزت امان به قانون عفو راست میآید یا نه. حقوقشناس دلشاد جورایف در صحبت با مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین عایدی در کدام شرایط رها گردیدن عزت امان را گفت، اما قبل از این درباره تقدیر شخصان محکوم شده با ماده 307 یعنی افراطگرایی توضیح داد. شخصانی که برای صادر نمودن جنایت با پیشبینی نموده با ماده 307 پریم 1 2 3 4 آنها نسبت آنها نیز عفو تطبیق کرده می شود، ولی وابسته است کدام قسم ماده و کدام ماده مهلت ادا نگردیده جزای آنها به 1 سال، 2 سال، 3 سال و 4 سال کم کرده می شود. اگر مثال بیاریم این ماده 307 قسم 2 آنجا اگر جزای تعیین گردیده بیش از 20 سال باشد آن وقت مهلت ادا نگردیده جزا به 4 سال کم کرده می شود. اگر کم از 20 سال تعیین کرده شده باشد به 3 سال کم کرده می شود. 307 پریم 2 پریم 3 چه نگه بود؟ هر پریم 2 پریم 3 اونو نسبت اونها چگونه تطبیق می شود؟ با نسبت آن شخصانی که با ماده های 307 پریم 2 پریم 3 پریم 4 محکوم شدند جزای ادا نگردیده آنها به 1 سال کم کرده می شود. خیلی خوب. ماده 189 چیه؟ ماده 189 آنها که با قسم 1 محکوم شدند آنها به 1 سال کم کرده می شود
و شخصانی که به قسم 2 ماده 189 محکوم شدند آنها جزای آنها به 4 سال کم کرده می شود. جنایت هایی که خاراکتر خصوصیت اقتصادی دارد چون قلابی، اسرافکاری نسبتشان البته نسبتشان تطبیق کرده بشد به شرطی که ضرری رسانیده شده تلافی کرده شده باشد. یعنی آنها با آزادی میبرند؟ البته با آزادی میبرند. یعنی بر اساس اگر این قانون گیریم عزت امان اگر نسبت اون کسان با ماده 247 قسم 4 پرونده باز شده است اگر ضرر را جبران کنند میتواند پرونده جنایتی قطع شود نسبتشان؟ البته اگر از طرف او ضرر رسانیده شده پورا تلافی کرده شود پرونده جنایتی نسبت او قطع کرده می شود. بینندگان عزیز، شکل کامل مصاحبه با دلشاد جوریف به زودی در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azodi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. من خاطررسان می کنم که هفته جوری با قبول قانونی عفو از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان راه برای آزادی بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها هموار شد. بر اساس این قانون مهلت جزای قریب 6,000 کسی دیگر کم کرده می شود. برنامه خبر روی دوم میدیم در مکانهای طلای شوگنو بعد جاری شدن ترتیب نو ساکنان از جستجوی طلا در رودخانه های نزدیک به کارخانه ها محروم شدند. چون این محدودیت مردم منطقه را که از حساب زرشویی روزگارشان را پیش می بردند مجبور به آن کرد که در فکر پیدا نمودن منبع دیگری روزگذرانی شوند. محمود جان رحمتزاده موضوع روی دوم میدید. این ساکنان در رودخانه پر از سنگ و شغل برای جمع‌آوری سنگ نآمده اند. آنها تلاش دارند از میان سنگ و شغل رودخانه شوگنو طلا پیدا کنند. تا اولهای فصل گرما هر ساکن می توانست از این رودخانه که با کارخانه‌های کارکرد طلا نزدیکی دارد به زرشویی مشغول شوند. اما دیگر مقامات افرادی را که به دست طلا می‌کابد به این منطقه راه نمی‌دهند. همین وقتی که اجازه قرار حکومت آمد برای دادن اجازه دی همین رو در وقت قرار قبول شده همین معین نکردن که وقتی که همین بحثا که برآمد بعد همین دیونبورا سپاری شد و همین اداره گیولوژی تاجیک معین کرد که جای کارکرد همین کارکرد درسی در حدود موضع حضرت زیدالله بعد به مردم فهموندن که همین خیلی جای کاری شما در همینجا باید ادامه یابد. این مانع گذاری بیشتری ساکنانی را که از این منطقه نان پیدا می‌کردند رو به روسیه و یا به کارهای دیگر برد. امید ساکن شوگنو بوده حالا در دوشنبه به عراوه‌کشی مشغول است. او میگوید منطقه‌ای که برای آنها جدا کردند هیچ امکانی پیدا کردن طلا را ندارد و منطقه‌های پیشین هم رفتن نمی‌توانند. در سال 2021 حکومت خاولینگ به 612 نفر اجازت رسمی دادند که در شوگنو به زرشویی مشغول شوند. بیشتری آنهایی که این اجازتنامه را گرفته‌اند مثل امید بعد تغییر مکان از کفتن طلا دست کشیدند. اینا رفته این شخصا با اجازتنامه داشتند لیکن در حدود کارخانه‌هایی که اونا علاقه زمین به وابسته شدگی بود حدودی بود اینا در همون حدود کار کردن برای همین از حدود همون کارخانه‌های بقای گرفته برآورده شد. افرادی که به کفتن طلا مشغول است میگویند برای پیدا کردن طلا هفته‌ها باید ماشین‌های سنگ و شغل را بیرون آورد تا طلا پیدا کرد. پیدا شد. بعد جاری شدن قاعده نو در مکان‌های طلای شوگنو دیگر ساکنان اجازه ندارند از رودخانه‌هایی که به کارخانه‌ها نزدیکی دارد طلا جستجو کنند. ساکنان میگویند که در گذشته با وجود فعال بودن 10 ها کارخانه در این منطقه برای پیدا کردن طلا در رودخانه هیچ ممانعت نبود. اما قاعده نو این رودخانه را به آدم و افراد طلاکاب را به کارهای دیگر تشویق کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، شوگنو. بینندگان عزیز برنامه پایان یافت. خدا نگهدارتان.